تنجی بد است مثل دختری 18 ساله من به این خانه دار میشوم این قدر زیباسته کلید کنی مرحمت برادر چه خیلی که گپ زده بودیم همش رو حل کردم گپ نیست برادر یا بسم الله این ماشین امثال پدرم است چه زود با ما باور کرد ما هم ماشینی از همه آدم خطرناکترین شهر ما رو دزدیده بودیم ها؟ بله ما رو میکشت خوب شد که فروختیمش این رو با یک تیر دو فاختک زدن میگویم هم بلا رو دور کردیم هم پول رو به دست آوردیم رفتیم هرچخل به فکر من این ماشین برای جوانان است از تو یگان کس پرسید بهترین سوپر است بابا جان این ماشین سوپر من هم سوپر هستم بابا جان سوپر من کنی به ماشین گذشته شینید مرحمت انگا جان گذارید که یک در رحمت احتیاط کنید سرتون نزن تو چی نگاه داری؟ مایلش پدر جون نگاه نمیکنم با شما سیاحتی خوش چی گویم آخه بسم الله الرحمن الرحیم همه کسا کلمتون عرض کنید استاد شکری خدا که واخوردیم خوب شد که واخوردیم یک سوالک دارم پرسم استاد هجری اکنون دیگر این خیلی سرسخن کردن در کار نیست چرا در اینجا بودنتو میدونم تو شخصی پرسنده ای سوال ها هستی سوالات رو بپرس خدا از شما راضی باشد استاد یک دختر رو دوست داری آن دختر تو رو دوست ندارد جایز است یا نه دوست نمیدارد گفته چی رو در نظر داری نفهمیدم استاد آخر حادثه تماما آشکار است در این امید نیست بله استاد از همین سبب پرسیدم جایز است سر چیکاری که نکنه دختر دوستش نمیدارد بله استاد با خدا هجری تو این خیلی سوال های ناامیدی رو از کجا میابی استاد جایز است یا نه تو حالا هم در فکری سوالات هستی در حال جواب دهید میگویی نویس جایز است هیچ مانند تجارت نیست دوست داشتی گفته دوست داشتن شرط نیست در نتیجه هجری آخر عشق در اراده نیست این قلب است فرمان را گوش نمیکند شخصی که دوست ندارد یگان چیز گم نمیکند از دوست داشتن هم چیزی زیاد به دست نمیاره شخصی که دوست نمیدارد آن او بیچاره است فهمیدم استاد خیر یک دختر رو دوست میداری برای او درد میکشی او رو با دیگر کس میبینی گناه نیست مگر نیست هجری نیست دردهای عشق انسان رو پخته میکند فهمیدی فهمیدم استاد خدا از شما راضی باشه خدا از تو هم راضی باشد درد عشق انسان رو پخته میکند هجری جان استادی جانم شوکت گاز را سر کن زود میرم یک آیله بزرگه سردار ماشین رو یافتیم اون رو تحقیق کرده ایستاده ایم مایلش گوش کن شرف ما یک عملیاتی بسیار مهم بکنیم دو آدمی با قوت تیار کن با کجا رفتنمان را بعد میگویم حالا باشد رفته تیاری بین مایلش اکا هر شیری من مرحمت گذارید میدونی سلین جان تو را هیچ فراموش کرده نتوانستم با خاطر تو برگشتم التماس امره این رو گوش کردن نمیخواهم سلین بگذار گپ زنم چقدر خطای بزرگ کردم را بعد فهمیدم مایلش میدونم به من باور کردن بسیار مشکل است تو حق هستی اما اگر به من یک امکان بدهی خطایم را اصلاح میکنم وعده میدهم حتی یک مرتبه زنگ نزدی من فکر کردم که نسبت من بسیار غضبی هستی کمتر انتظار شدم آفرین 2 سال انتظار شدیم آنقدر نشده است اما بین آخر وقت چه خیلی تیز گذشت 2 سال پیش در کجا بودیم حالا در کجاییم اما بین باز یک جا روبرویم همین خیلی نی امره من برای
خودم یک صحیفه نو شدم و تو در این صحیفه نیستی. مایلش آخیر این صحیفه رو یک جا پر کنیم، آغاز نو بکنیم. سیلین جان، از تو تنها آخرین امکان رو میخواهم. اینجا همه خیلی نیستیم ها؟ من اینجا بسیار نمیستم. تو آمدش میکنی بینیم چی میشه. اگر آمد تصمیم آقا ایست نجوم در کجایید؟ من با شما گپ زنم؟ گوش کنید، پول هیچ مهم نیست. یعنی شما ما را سردید، چقدر که خواهید میدیم. مالش برادر سردارتون رو فرمونید عصبی نشد. تو مگر از نزدی خانم ماشینم را چخل دودی میکنه ها؟ تو مگر مردن میخوای ها؟ کسی نامی مرا در این شهر شنود راهش رو عوض میکند. تو کی میشوی که ماشین مرا میدزدی؟ تو در زیر دستی کی کار میکنی؟ ها؟ اکا من در زیر دست هیچ کس کار نمیکنم. من تنها به جناب اکرم رانندگی میکنم، دیگر در زیر دست هیچ کس کار نمیکنم. اکرمش کیست؟ سراغش رو به من ده. اکا سراغ را چیکار میکنه؟ انا بس اووردیدش کو، او رو دستگیر کرده اووردی در اینجا نشسته است. تو چیا میگویی؟ چخیل در آنجا نشسته است؟ تو مرا مسخره میکنی ها؟ اکا استغفرالله این طور نگوید، مگر در این حالت مسخره کرده میشود؟ تو چرا ماشین مرا میدوزی ها؟ چه مقصد داری؟ اکا ما یگان ماشین پوشی ندوزیم، اون ماشین رو خریدیم. چه خیل خریداری کردن آن توی آب برد. اکا در حقیقت ما این ماشین رو خریداری کردیم. التماس ازم با جناب اکرم گپزنان کرده مسئله رو حل کرده میتونه. پول بسیار دارد. حقیقتا یک آدمی ثروتمند است. در کار شود از این ماشین 2 تا خریده میلیارد. برای یک ماشین میکشین آدم. آی بیشرف، ما در فکر چی هستیم؟ تو درباره این چی گپ میزنی؟ 2 تا نه 20 تا گیری چی میشود ها؟ آی چرا ماشینم را دزدیدی؟ تو چی مقصد داری؟ اکا با خدا ما ماشین رو ندوزیدیم، شما ما رو خطا میفهمید. گفتم هم که داماد جناب اکرم کمیسر است، او آدمی شناخته است. سرکمیسر اونه. آی تو مرا تهدید میکنی ها؟ احمق. نه اکا استغفرالله. با خدا دندونم افتید اکا. اکا جان شما آدم چی خیل میزنید؟ مگر آدم روی خیل میزنه؟ اگر من همه خیل زدن گرید اکا من از اینجا میروم. اکا در دهانم نزنید که دندانهایم بیقوته. آی من تمامی دندانهای تو رو استوار میکنم، بعد تو رو کشته به دریا میپرتایم. چه مقصد داری؟ مرا خسته نکن. نزن اکا نزن. تمام آرام شوید گپ میزنم. آن همین خیل عقلت رو کار فرما. بلبلی من کنی با گپ دارم. اکا در اصل یکان جای گپزنیش نیست، در حقیقت در اینجا معلوم که چی کاری هست. تمام بگذار که ماشین رو دزدیدن، ما باشیم این ماشین رو خریدیم. من یک دوستی نزدیک دارم با این خیلی کارها سر کار دارد میفهمد. با او یک زنگ زنم نامش کالتاکیل است. چی؟ کالتاکیلوس؟ وای پدر سگه، باید تخمین میکردم. این معلوم بود. آخر به این کار قادر نیستی. وای خدا تو را زند. یعنی کالتاکیلوس دزدیده است؟ اکا کالتاکیلوس ندزدیده است، شما خطا فهمیده. من گفتنیم که کالتاکیلوس این کار رو حل کرده میتواند. آی کالتاکیلوس، این آخرین دزدی تو میشود. این دفعه با عجلت روبرو شدی. آن حرامی را زن آمده همه تو رو خلاص کند. به من باز نگویی که رقمهایش را ندارم. ناخلف باشم که بر روی بنزین ریخته در اینجا میسوزانم. تمام که فهمیدم. الو برادر این ماشین دزدی بر اومد. تو چه ها میگوی شوکت؟ چخیل ماشین دزدی؟ شوکت من جزوی تو رو میدیم. سرخه را میگویم بنویس. مایلش میوایم حاضر. به خدا که این دفعه یگان گناهی ندارم. مایلش. سیلین جوابت را انتظارم. کسی پوچھوں ایسا کیوں بے زباں سا یہ جہاں ہے.
खुशी के पल कहाँ ढूंढूं बेनिशा सा वक्त भी यहाँ है सेलेन जाने कितने लबों पे गिले हैं जिंदगी से कई फासले हैं बस जीते हैं सपने क्यों आंखों में लकीरें जब छूटे इन हाथों से यूं बेवजह जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा غمگی نمی‌کنی. نمی‌توانم. در حیاتت یگان کسی دیگر است. भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा گوش کنید آقا پول هیچ مهم نیست شما ما را سردید چقدر که خواهید میدیم چه خیل پول پیری برجا مانده من آدمی را که ماشینی مرا میدزدد خانه‌اش را میسوزانم آخر ما ماشین را ندزدیدیم آخر شما به همین هم دزدیدن نمیتوانید پس ما را سردید رویم سر میدیم سراسی من شدید اما بعد از کلتکیلوس اومدن ای باز نامی همون کلتکیلوس است دیگر در همه جا نامی کلتکیلوس رو میشنویم مگر در شنیدن نامی او مجبور هستیم شبهرم از قفای اوز گفته قریب که خانه ویران شود حالا باشد یک جاسوسی دیگرش از پشت کلتکیلوس با ما شکنجه کرده ایستاده است تو که را جاسوس میگویی ای آقا شما را نگفتن به خود نکشید شما انسان خوب هستید زنها در بین خودشان غیبت میکنند نه بابا جان او را گفتیم یکمش تو حق نداری که بابای مرا پیری برجا مانده فهمیدی؟ دویومش تو را گفتیم بعد تو چی کار کردن میتوانی از دست تو چی میآید بیا چون زاغی سیاه بیاید به همه کارهای کرده تا یک جواب میدهید فهمیدید مرا چون زاغی سیاه بیاید کیست تو؟ او را تو نمیشناسم خوب شناس میشوید زهرا با این آدمی بفهم گپ نزن من با او گپ نزده ایستادم اپا دخترها عیب است بسیار عیب است بابا جان زبان اینها کمتر دراز شده است کمتر بریده پرتایم دخترها خاموش شوید عیب است در مقابل شما یک آدمی کلام است کودکاتان را فکر کنید در کجایید؟ تو یا کی تو بعد از آن تو از هم آخر تو از پدرم زهرو و حاله از هیچ کدومش خبری نیست تلفن‌های همه‌شون خاموش است چی؟ حاله هم با اونهاست؟ اگه کی از خانه برآمدن؟ پدرم یک ماشین ورزشی خریدن آنها یک جا نشسته با سیلوگاش رفتن چی خیلی ماشین بود؟ معلشه مرا گوش کنید مستنگ مدل 66 رقمی دولتیش 0006 دی آن 01 تکرار میکنم رقمی دولتیش 0006 دی آن 01 از تمامی کامراهای بخطری شهر خواهش میکنم در حال این ماشین یافته شود
همه جا خاموشی است فرزندانم. بله یگون کس صدا نمیبراره. عجبا پلیس آمد. انشاءالله بابا آماده باشد ما رو رها میکنه. با خدا آید بسیار خوب انشاءالله میشه. همش خوب میشود. با خدا که میترسم میانم بسیار درد میکند. آی کمتر دیگر طاقت کنید انشاءالله همش حل میشه. کیست در آنجا؟ شما از طرف روید. شما با من آید. اطاعت سردار. چشمان شما را کی گشاد؟ کی باشد؟ از کجا دونم؟ کی باشد؟ چشمانم پوشیده بود. تو کی هستی؟ تو دست افتیدی احمق خوب هستی جون؟ اونا خوب نیست. همین رو دستایم را بکشو دورو جون خوب هستی؟ من خوب زودتر بکشو جونا داماد در آخر قربه شده یک موش را دستگیر کردی. آفرین به تو. کلی دستم را بوسه بکن. کندت زن داماد شیری من. ما یک عائله بزرگ هستیم. من اینقدر تخمین نمی کردم که اون نل ما را نجات میدهد. اگر زاغ سیاه می بود بسیار غمگین می شدم. آخر شما زاغ سیاه را تو به این کار دخالت نکن. هر طرفت بدی. آخر پدر جان شما ساق سلامت برگشتید. نجات دادن کسی اهمیتی ندارد. بله بابا جان من به شما یگان چیز می شود گفته بسیار ترسیدم. به من هیچ چیز نمی شود دخترم. تو را ندیده از اینجا به آنجا نمی روم. در پا راست ماندیم. بیاد کنی به خانه می درایم. شاکر می رویم. من به خانه می روم. بیا رفت. رفتیم.